میریم برای نصب پروژه گنبد استنگلسمون در شهر صدرای شیراز. این مسیریه که در واقع پشت سر من شهر جدید صدراست که با فاصله چند کیلومتری از شیراز قرار گرفته، یه منطقه ویلایی خوش آب و هوا. و پروژه ما هم یک ویلای تریپلکسه که محیط مرکزی گنبد استنگلسمون قرار گرفته به قطر 8 متر و همچنین پنجره های طرفین کار رو ما استنگلس کار کردیم و یک گنبد دیگه در شاهنشین این پروژه قشنگ و جالبیه. با هم دیگه بریم نصبش رو ببینیم. ساختمون سفیدی که میبینید یه نمای سنگ پرکار کلاسیک گوتیک که از همینجا هم شیشه‌های استنگلسش که توی نما کار شده مشخصه. خیلی هم زیبا. در نمای شرقی این قصر زیبا هستید. همطور که پشت سر من می‌بینید شیشه های استنگلس در نورگیر عمودی کنار پله این ویلا استفاده شده و مشخصه که چقدر فضای زیبایی در کنار این نمای سنگ فوق‌العاده ایجاد کرده. من داخل وید این ویلای زیبا هستم در شهر زیبای شیراز. پروژه ما در شهر صدرای شیراز قرار داره. ویدی که بالای سر من میبینید که نورگیر استنگلسی هستش که الان در حال نصبش هستیم. قطر 8 متر و طرح کلاسیک و رنگیه. حالا که توی این پروژه در حال نصب هستیم، یه توضیحی براتون داشته باشم که پروژه های ما به چه صورتی اجرا میشن. این گنبد رو که ملاحظه میکنید 8 متر قطر دهانشه و طراحی اون بر اساس نقوش کلاسیک و شیشه های رنگی بوده، به خاطر اینکه کارفرما دوست داشتن در فضای داخلی نورهای رنگی رو ببینن. این سازه زمانی که در واقع کار کفسازی بام داشت انجام میشد توسط مجموعه ما ساخته شد و در روی وید نصب شد. در این فاصله خب خیلی از کارهای داخلی ساختمون انجام شده، نمای ساختمون زده شده و یه مقدار به لحاظ اون کارهای عمرانی ساختمان جلو رفته. امروز زمانیه که البته ما در این فاصله توی کارگاهمون شیشه‌های استنگلسش رو هم ساختیم. امروز زمانیه که حالا ما میتونیم بیایم و کار نصبمون رو روی این وید انجام بدیم. تمام قطعات شیشه‌ای که در کارگاه ساخته شده و توی پالت‌های چوبی به محل پروژه آورده شده دونه دونه قطعه خیلی با دقت میاد و روی این سازه نصب میشه. بعد از اینکه شیشه‌های استنگلسمون نصب شد، کار آببندی اون توسط ورق‌های پلیمری که از جنس مایکرون هستن و کاملا ماهیت شیشه‌ای دارن، کار آببندی گنبد هم انجام میشه و به اتمام میرسه و تحویل میشه.